نیازمند دعای همگیتان هستیم. هر کسی که میبینه در والا گوره قبضه این طرف بیخی که گیم تو ترشان بکنم ریفندشان میکنم. نه من نمیکنم، هیچ اشاره نکنم. در ماه سوم بود که بالاخره دکترها تشخیص دادن که دخترم. بیننده عزیز سلام، خوش آمدین به ویدیوی جدید. ما همونطور که ساعتم میبینین 9:20 دقیقه شب است، از کار آمدم. براتون در ویدیوهای قبلی گفته بودم که ما یک ماشین خواستیم. او ماشین تازه رسید، تازه هم نرسید، البته ساعتای 4-5 بجه دیگر بود رسید. من در کار بودم دیگه، با بالاست او را باید بیارم پایین. حالا از کار آمدم، گفتم باش کور اول بیارم پایین بر شما نشان بدم، بعد از او باز گفتنی های دیگه هم هست، نانم نوشجان بکنیم. اما در پالیش امروز روز آشغالا هم هست، آشغالا هم باید بکشیم بیرون، یعنی که براتون نشان بدم. چی بود باید؟ او چی هست؟ بگیرم صبر کنی. این تو بارندگی هم هست، همینطور که در تصویر میبینین. بچون براتون معلوم میشه نمیشه، اما خب باران تیز است. میریم با بالا، قسمت گراج ماست. صبر کنی گروپ هم روشن کنم. ای که من نگفته بودم تا حال، این هم آشغالای ما هر 2 هفته بعد زردم باید امروش بکشیم، هر هفته تنهایی سرخ هم میکشیم. اینی را که میبینین دوستا ماشینی است که ما اوردر داده بودم. بسیار بسیار گرنگ است، به اندازه ما این چرت مرا برده که از تا پایین از اینا چرا کم ببرم. بسیار فاصله است از اینجا تا اونجا، از اینا پایین کردنش. اما خیر باشه. آمدم تا بالا، کلی موتور از یادم رفت، باید کلی رو میگرفتم. صبر کنیم که ریموت دروازه داخل موتور ما میمانم. خب ایره میمانیم که بخیر سبا بکشن و شب دروازه رو قلف میکنیم و دوباره میایم سر موضوع ای بسته ما. 70 وزن مجموعش در اینجا است، 75 کیلو است دوستا. میبینید دوستا وزنش 75 کیلو است. به ما آمده و باید ایره ببرم به داخل. 75 کیلو که اگر یک جای دست داشته باشه مشکل نیست، آدم بلند میکنه، مگر میره تا اونجا بردن کتازی بسته نیست. یک ذره موتر ما باید ریورس بکنم که جای بانم. این نظر کفایت میکنه جای به اونجا بانم که ببرم. حالا اگه تو جای میداشت آدم بغلش میکرد، مگر می نداره. ایره باید این رقمی ببرم. ابراهیم هم امروز شفت داشت، اگر نه اون می آمد خوب میشد. تا این قسمتش آسان است، بعد از او زینا را به این چرت بزنیم. گیرش تو کنیم. اینی کلش به خاطر شکم است، ایره متوجه است؟ کلش به خاطر شکم است. کار کو، زحمت بکش، صبح بخیز وظیفه، شام و خفتن پس بیا. در استرالیا، امریکا، افغانستان، هر جایی که می زنده جان است، انسان است، همین تو دویدن است. شما فکر کنید افغانی دیگه تا که نان خشک نخوره زنده خاطر سیر. باش که ماشینای دیگه ضعیف است، این ماشین گرفتیم. دوستا اگر از طریق ویدیوها دقیقتان کدام بدی کردیم، کدام خوبی کردیم،
هر چی کردیم مرا ببخشین. اگه ای افتاد و من کدام چیزی شدم حقتانم به ما ببخشین. ملاقش دادن نمیتونم. طالب ما باز امروزم بارانی. بیاین سر پایینش کدام میرم. تا ایش خواب بعد از ایش خدا مهربان است. آمد بالاخره داخل خانه. وسایل های کار بگیریم در جانش. اینی ها رو ما این از پاکستان خریدیم آوردیم باورتان میشه. پیشکش ها سه و شش تقریبا 9 دانه پیچ است دوستا. حالا ما در این فکر است میره که باز کنم میره چه رقم از داخل ازی بکشم. سمسه یک کرن کار دارم. خب عزیزا یه هم آخری پیچ اینا رو اینجا میمانم که یک جای کار میکنم. یه زی شد. بیاین حال ببینیم داخلشم. ماشین سپایرل دو میکر دوستا، یکی از برندهای بسیار قوی و خطرناک ایتالیایی. اینی هم از ماشین برتاندگان معلومات میتم دربارش. صبر کنیم که اولی رو ما بکشم. دیگه جای پیش نداره که این پکیجینگش واز بکنم. یک راه ازی داره که کشش بکنم، یک راه هم که ایره مایده کنم. اگه مایده کنم کل خانه رو مرداری میگیره. ببینم اگه بتونم کشش کنم. یه ماشینکای دیگه که خوبش بود یه رقمی میگرفتم میاردم میبرم. یه بیخی یک غول است بر خودش. اینه دوستا. این حاله من نمیفهم شما کامنت بانین که هیر در کجا ما بانم. کل آشپزخانه ما اینجا جای کافی ماشین است. اینجا کافی ماشین هم اینجا دستگاه اینترنت است. و قسمت هم چای جوش و توستر است. و اونجا هم یک جای است که خمیر و این چیزا ما یا خانم هر کدام ما که کار می داشته باشیم اینجا هوار میکنیم. شما در ویدیو هم دیدین. به نظر من مناسب اینجا است. مگرم توستر نمیفهم کجا بانم، چون پیش از یک ماردر بودم اینجا یک ذره متر چیزا کردم. 67 سانتی بلندی است، 30 و چند سانتی از برش است و 57 سانتی 50 و چند سانتی هم از قسمت درازی طرفش است.
فکر کنم همونجا را جایش خالی کنم بهتر است. شما در کامنت بگین اگه اینجا جای خوب بود خوب، اگر نبود آشپزخانه رو در ویدیو مکمل ببینین کدام جای مناسب تر اگه شما دیدین به من بگین که جایش همونجا انتقال بدم. خانم میگه بسیار بدرنگ است. من روز اول برش گفتم که کاردار بکنیم این بدرنگ است، بد قواره است، این نمود نمیکشه، چیز استایلی نیست. چون فرق از شما ببینین یک دانه کیچن اید شما برین آنلاین سیل کنین، آمازون مثلا داره یک کیچن اید که بسیار مقبول است، هم پروفشنالش $950 براتون میده. اما او کیک جور میکنه و وی کارا رو میکنه چی میکنه زورش نمیرسه چون 300 وات است دیگه، از او بالا چی نداره. 2 تا نان افغانی 700 گرمه دیگه نفسش میکشه. چون من گرفتم و تجربه دارم پس بردم ریفندش کردم. اما ای که هست این 5 تا 6 کیلو خمیر راحت براتون جور میکنه به یک بار بدون از اینکه مشکل داشته باشه، چون این نیمه صنعتی است. از او خاطر سرچهره از این بد قواره قوی است و خوش قواره ضعیف بودن. 3 2 1 یکی اندازه گیریم دقیق بود. اینا ما اینجا گفتم اینا نمیفهم شما رو به خاطر از اینکه اینجا خمیره بکنیم، اینجا مجاق گاز است، یک ذره مزاحمت به این میکنه خیر دیگه. اینجا بس به خاطر هوار کردن این چیزایش باشه دیگه. ما اینجا بانده میشه بعد از نمیفهم پشت کامرا بسیار ای کاش که میدین چرا کم جگرخون است. اما چی کنم کجا بانم میشه خیر این فرق سر بابا. این میاز دیگه اکتر والا گوره قبضه که میترم. خب این هم یک کارتش است که به درد ما نمیخوره. والا اگه دیگه وزن اگه ما ریفندش کنم نه گفتم این بد شکل است، بد قواره است، اما بسیار کارایی بالا داره، بسیار خوب است. البته ما استفاده نکردیم این که میگم خوب است از روی ریویوی که دیگه کسایی که از این چیزا استفاده میکنن، از روی ریویوی از اون مردم من میگم که بسیار خوب است. 900 وات است، نیمه کامرشیال یا نیمه صنعتی است. قدرت بسیار بالا داره، بسیار براحتی میتونه 5 تا 6 کیلو خمیر براتون جور بکنه و همزمان اشتباه نکنم بله این کاسه امرای خود امو چرخی که داره که اینجا خمیر جور میکنه همزمان میچرخه، یعنی هم کاسه میچرخه همون میچرخه، خمیر بسیار خوب جور میکنه دیگه. بیاین که من کلش گفتم ببینیم ممکنه تو چیز است یا نیست. بسم الله از اینجا میندازیمش. خب این تایمرش هسته، این استارت بطنش هست، استارت میشه و این یک سویچ هم امرجنسی داره میتونین استادش کنین و تا وقتی که پس دوباره پشت سر کش نکنین دیگه استارت نمیشه چون امرجنسیش هست. ماشینای صنعتی هم رقم یک سویچ داره. این تو میبره دوباره استارتش میکنین خلاص. و یک مسئله دیگه که براتون نگفتم نمونه دوستا که این سرعت از این نداره که مثلا کم کنین یا زیاد کنین یا نمیفهم این کم زیاد نمیشه، فقط تایمر هست که تایمرش ست میکنین سر هر چقدر که بخواین، استارت میکنین با اونم یک سپید میگرده
به عنوان یک اسپید خمیرتون تا آخر آماده میکنه، به عنوان یک اسپید هم شما دوباره پس استادش میکنین و دیگه هیچ کار دیگه دقیقش نمیتونین کرد. اینی کمبودات نسبت به ماشینای مودروز داره، مگرم قدرتش بسیار بالاست. همه چیز فقط تنها چیزی که هست فقط پاورش است دوستا. تنها کار اکسریزی شده فقط به خاطر پاورش شده، دیگه هیچ چیز دیگه نداره. بسیار ماشین قوی است اما بعد قواره. خلاصه ما جور نامدیم دوستا. میگه ریفند هم نمیشه. میشه البته کی میکنه بیخی که گیم تو ترشم بکنم من ریفندش نمیکنم. نه من نمیکنم، هیچ اشاره نکنم. حوصله من ندارم. راستی از اونجا تبدیل کردم جایشه. از اونجا پس آوردم گفتم کافی ماشین اونجا میمونیم میره اینجا میمونیم، به خاطر که ایره که وقت بالا میکنیم دنوری بند میموند. باز اینجا خوب است که بالا شود. بسیار کلان است، بسیار بد قوار است و میفهم. مگرم اگر میخواین که نان مزه‌دار بخورین، البته به یک باره بتانین 4 تا 5 تا 6 تا نان هم تو بیخی دل جمع میدین از اینکه ماشین خراب نشه اینش جور کنید، از این بگیرین اگر جای دارین. ما خو اینجا ماندیم، گفتم پایین بانم میگه نه، اینجا بانم نه، حتما هیچ موافقت نشد دی کاری کردیم. مگر ما شوقی نان خشک هستم دیگه، حوصله هم ندارم. خدا شاهد است ما از اینجا بخیزم برم این میرابکا. یعنی باور بکنین که امرا دور است، 45 50 دقیقه راسته. پس از طرف همین دیگر شام میشه در ترافیک میخورین که بیخی دیگه گیری آدم میگیره، قدر بیرو بارو میباشه. بعض وقتا زنگ بزنین حتی فرمایش بتین، خدا یار جانشان بسیار به سختی فرمایش تانه میگیرن. پس خوب است که آدم خود مستقل بکنه، خود آدم همینجا جور بکنه دیگه، هیچ هم آدم منت نکشه دیگه. امی نیت ما کار خیر بده. خب بالاخره به این نتیجه رسیدیم که اینجا بانیم. بسیار کلان معلوم میشه در این قسمت، بازم خیر باشه. من گفتم در اینجای دیشواشر که است در اینجا بانیم میشه، باز به اون موافقت نکردیم. با گفتیم بر فعلا هم اینجا باشه، ببینیم در ادامه چی میشه. کافی ماشین آوردیم اینجا و ایره هم ماندیم اینجا. اما بسیار خوب معلوم میشه بازم، یعنی یک جای گوشه است برش دیگه. ایره باز میکنیم و بالاخره یعنی تمام چیزایی که براتون پیشترم گفتم، تایمرش هسته، استارت بتنش هسته و ایام امرجنسیش هسته. اگر ایره وقت نبود که چیز بکنیم، فقط یک پرس ایره بکنیم استادش میکنه دیگه. به همین شکلی که میبینین شما ایره میاریم پایین، سعی کنین به اینی شکل داخل به او شکل میچرخه. اما دستش کس و خود ای هم به این شکل میچرخه و بسیار یک خمیر خوب و نرم براتون آماده میکنه این ماشین سپایرل دو میکسر. در ویدیو قبلی هم براتون گفتم دوستا دعا کنین که مریض داریم، خداوند به او شفای عاجل نصیب بکنه. بسیار زیاد از دوستا خیلی بینن کامنت مانده بودن، بسیار دعای خوب کرده بودن دیگه. به او دعا بیشتر و بیشتر ضرورت داریم. مسئله که من نگفته بودم تا حال، مسئله دخترکم بود. خداوند لایق دید ما را. حدوداً 14 ماه پیش دخترکم به دنیا آمد. پیش از اینکه به دنیا بیایه دمو وقتم که همین معاینات عادی که می باشه، معاینات ماهانه، به اون معاینات که وقتی رفتیم در ماه سیوم بود که بالاخره دکترها تشخیص دادن که دخترم قلبکش مشکل داره. باز بالاخره او دکترها به این نتیجه بودن که اگر بتانیم ممی از امی شروع یا ابتدا بتانیم استاد بکنیم بزرگ شدن طفل بهتر است، یعنی سقطش بکنیم بهتر است، به خاطر از اینکه بسیار مشکل زیاده، بسیار جنجال زیاد است. یعنی طفل که مشکل داشته باشه بزرگ کردن از او مثل 2 تا 3 تا طفل نرمال است، چون هر چیزش فرق میکنه. حتی یک دکتری که بود که دکتر هندی بود که تشخیص کرد این موضوع را، بر ما گفت که
از ما و خانمم گفت که 100% یکی از شما همیشه وقت باید در شفاخانه باشه، چون زود معاینات ضرورت میشه، از بسیار اپاینتمنت ها سین است ای باشه که اگر ما عملیات ها را بکنیم عملیات ها موفقانه باشه و به پیش بریم به او حسابش باز گفت. اما گفت بهترین رایش که گفت بدل خودتان است، اما بهترین رایش من میگم که میره استاد بکنین از امیال جلوش بگیرین بهتر است که درد سر نشه برتان. باز بر ما گفت که بالاخره اگر عملیات ها موفقانه سپری شوه و اینا سپری شوه قلب خو یعنی چیز نمیشه که او مثلا دوباره مثل قلب یک انسان نرمال شوه، او نمیشه، اما به حساب از این که کار بکنه و فعالیت بکنه همین رایش است که عملیات بکنیم مگر عملیات ها موفقانه پیش بره و همه چیز خوب پیش بره. بس به همون حساب بر ما چند روزی هم وقت داد که فکرایتان بکنین، ببینین این آپشن ها رو دارین که یا استاد بکنین یا که به دنیا میں عملیات نکنین، یا که وقتی که اگر به دنیا آمد عملیات هم کردین این پروسس شسته که چیز باشه که تصمیمتان از امیال بگیرین، چون بر ما گفته بود که اگر به دنیا بیایم عملیات نکنین شاید که اگر بسیار بسیار دوام بیاره 24 ساعت است، بعد از 24 ساعت تفلک ضایع میشه. بسیار واقعتش یک موضوع است که یک بخش زندگی را که وقتی میبینن خصوصا بیننده کسایی که ویدیو ثبت میکنن یوتیوب و اینا نمیفهم در پلتفرمی که هستن فکر میکنن هر کسی که میبینه میگه اوه، مثل که چند روز پیش بر من یک کامنت آمده بود چی یک زندگی داری ماجرا نمیفهم فلان خانه و موتر و چی و چی. ما خدای افغانستان مشم گفته بود یا در پاکستان جان ما برآمد اگر تو این رفتی زندگی جور کردی. همیشه وقت یک قسمت که آدم می داشته باشه به مو چیزی که می باشه شکر بکشه، چون یک قسمت که وقتی بالا میره از دیگه طرف باز امتحانات زیاد شده میره. اگر امتحان از امو دوست مایی است که در پاکستان است، مشکلات اقتصادی است، مشکل نمیفهمم وضعیت امنیتی هر چی است، بالاخره بر نحوی که است. اینجا هم ببینیم که ما آمدیم الحمدلله کار است، زندگی است، همه چیز است، فامیل است، حمایت فامیل است. آن در کنارش امتحان مایی بود که دخترک مایی رقم شد دیگه. خلاصه خوب است که آدم با هر وضعیتی که هست شکر بکشه و قناعت بکنه و قضاوت کردن که یک قضاوت میکنه که او چی یک زندگی وقت جور کرده و بهترین زندگی داره فلان بسم داره یا نمیفهم هیچ. خلاصه نه هوس چیزی را آدم بخوره نه به حسرت چیزی باشه. هر کس هم زندگی خودش به مو سیستم مشکل خودم داره، خوبی های خودم داره، چیزش هم داره. شما ببینین یک گپ خورد است، یک ماشین گرفتیم آوردیم خوش هستیم الحمدلله دونمو مثلا خودم مصروف کردیم یک چند قشیس، اما این بخش هم است، این بخش هم است که باید برای زیو هم آماده باشیم، به هر اتفاقش آماده باشیم، چون که هیچ چیزش گارانتی نیست، هیچ چیزش مشخص نیست. خلاصه پس بیم به می داستان ما که دکتر گفت که تفلکینی رقم است، این موضوع تشخیص شده دیگه. عملیات ها را میکنیم اگر به دنیا بیاید شما چی میکنین؟ بالاخره گفتین فکر بکنین بعد از او بر ما حوال بدین دیگه. بالاخره هم فکر کردیم فامیل ما اینجا همگی به این نتیجه رسیدیم که نه، خداوند لایق دیده، خواست خدا بوده، نباید این کار بکنیم، حق ازیر نداریم که خدای نخواست تفلک نمانیم که به دنیا بیاید. باز به همون دلیل آمدیم و انتخاب کردیم که تفلک به دنیا بیاید و بریم عملیاتایش هم میکنیم. و دخترک ما به دنیا آمد، دفعه اول عملیات اولش در 3 ماهگی شد. بسیار 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 روزای سخت و دشواری بود که سپری شد. بسیاری ها فکر میکردن تنها در یک چرت بودن که ما آمدیم استرالیا، او زنگ میزد پیسه روان کو، ای زنگ میزنه پیسه روان کو، او زنگ میزنه پیسه روان کو. خلاصه
دور و نزدیک همگی جگرخون که حالا یادم رفته درخت های پیسه چیندگی است، پیسه میچینه و به ما روان نمیکنه دیگه. بسیاری ها خفه شدن، بسیاری ها ناراحت شدن. خیر باشه، مگرم ما نمیخواستم که چیز باشه چی میگنش این موضوعات بگویم، اما حال خواستم که شریک بسازم. شریک ساختن این موضوع چند علت داره. یک علتش است که کسایی که فکر میکنن که مثلا هیچ کس در زندگیش مشکل نداره، مخصوصا بسیار قسمتای مشکلات که هست، زیاد کسا شریک نمیکنن به خاطر ازی که نمیخواین دیگه، علاقه ندارن یا هر چی که هست. من خواستم که به او کسایی که فکر میکنن که زندگی هیچ مشکلی نداره، اگر ما در اروپا و استرالیا و امریکا برسیم، به اونام یک ذهنیت بیه که نه، اگر از اونجا از این نگاه آرام میشیم، ایتی یک اتفاقای هم امکان داره که بفته، پس شکرگزار باشیم به چیزی که هستیم. منتظر یک ویزا بودن در پاکستان بسیار آسانتر از این است که خدای نخواست اولاد آدم که از وجود آدم می باشه برش رقم مشکل خلق شود. یک مسئله دیگه که کسایی که هر کسی که مرا دوست داشت و میشناخت و با هم بودیم که توقعی از ما حالا داره که من در استرالیا هستم. من بسیار درگیر از این مسائل هستم، بسیار در این موضوع من درگیر هستم. وقت و قدر نمیشه که من بشینم یک پیسه اضافه سیف بکنم که بتونم چیز بکنم، یعنی کمک بکنم. اون شما کسایی که در خارج هستین میفهمین که چی گپ است دیگه. با او حساب نما میشه که الحمدلله خدا شکر شکایت از او چی نیست، دست ما به دهن ما میرسه، کار خوب داریم، میریم به کار پس میم. اما مدیریت کردن زندگی به تنهایی بسیار مشکل است، به اندازه مشکل است که در اینجا فکر کنین ما به تنهایی مدیریت میکنم نمیشه. خانم از فامیلشان است الحمدلله، حمایت از اونا در اینجا نمی بود. بسیار مشکل بود بر من که بتونم از یک چالش بزرگ یا از این امتحان بزرگی که خداوند انداخت سر ما تا این لحظه هنوز هم میم خنده میکنم، ویدیو ثبت میکنم. بسیار یعنی حمایت از اونا بوده و لطف خداوند حق ما بوده که تا اینجا بالاخره رسیدیم. در غیر از او اگه به تنهایی بخوایم که مثلا این رقم فشار سر خود بگیریم چی بکنیم، فقط مستقیما منفجر شدن است. انسان منفجر میشه دیگه، این مغز و قدر توانایی نداره. بازم خیر باشه، لطف و عنایت خداوند است و فامیلای ما است الحمدلله که هستیم همگی ما دست به دست هم. یک جای از این امتحانی که است، من نمیگم که نامزیر کدام چیز دیگه بانم، امتحان است. امتحان ما امیر رقم بوده، از این امتحان به خیر و سلامت همگی ما برایم موفقانه دیگه. سخت است به اندازه. اولاد خدا آدم که وقتی میبینه که انقدر یک میفته ایتو خصوصا مشتک رو اگنتا میشه یا چیز میشه که وقتی که میفته چقدر پدر مادر بر خطا میشه، چی برسه به ای که طفلت ببینی که زیر تیغ جراحی میره. یا شما من نمیتونم بسیاری از عکس‌ها را یا ویدیوها را نشر بکنم در یوتیوب، چون یوتیوب قانون نداره که اگر نشر کنی باز ویدیو را خشن گفته بند میکنه، که شما ببینین که مثلا به اون رقمی که دخترم بعد از عملیات برآمد دفعه اول ما بودم، خانمم بود، به اون وضعیت تانست. خب خداوند است همون توانایی را میته که چه رقم تانستیم اون حالت ببینیم. این به خود ما معلوم است و به خود خدا جان دیگه. حالا خواستم این موضوع را شریک بسازم. دو علتش براتون گفتم. علت دیگه ای است که صادقانه از زیر دل نیازمند دعای همگیتان هستیم. هر کسی که میبینه، خرد، بزرگ، زن، مرد، پیر، جوان، هر انسانی که میبینه خواهش میکنم که دعا بکنین، نه تنها به ما، به هر کسی که مریض دارن یا یک مشکل دارن که او به خیر حل شود دیگه. با ما هم دعا بکنین، نیازمند دعایتان هستیم دوستا. ای که ما آمدم حالی که داستان خود شریک میکنم به دلیل ازی است که اونا میبینم که همگیتان از ما از هر چیز پرسان میکنین. ای کجاست، داها کجاست، خانم دخترت استرالیا آمدن، همگیش چیز کردیم
خب یک قسمت اگر به سرگرمی باشه، این قسمت خواستیم که یک کمک دیگه که شما میکنین دعا کردن است دوستا. این نمیفهم آدم که دعای کی در حق آدم قبول میشه، اما هر کسی که میبینه خواهش میکنم که در حق ما و فامیلم و دخترم دعا بکنین بخیر که از این امتحانی که است بخیر و سلامت موفقانه هم تو با اراده بالا و با قوت و توانایی بتانیم بخیر برایم، چون باز عملیات دخترکم تا 2 روز دیگه است. عملیات دومش، یک عملیات در 3 ماهگیش گفتم که انجام دادیم و عملیات دیگه هم در 14 ماهگی شد که حال 14 ماه شده. حالا عملیات دیگه را میکنن دیگه. یک عملیات دیگه از کو به آینده می باشه که انشالله دعا بکنین که بخیر ای به سلامت از سر ما تیر شوه، از سر دخترکم خلاص شوه. اینا که موفقانه بود، بعد از او باز پلان میکنن، برنامه ریزی میکنن به عملیات دیگه. دفعه اولی که عملیات کردیم، هر عملیات با کسایی که اگر دور باشه از همگی، اما باز هم کسایی که تجربه دارن از فامیلاشان کسی بوده، عملیات ها در مجموع یک جایی که عمل میکنن بسیار چانس بالا می باشه که یک جای دیگه یک اتفاق دیگه برش بفته، مثلا یک کامپلیکیشن دیگه در عملیات اول سختی به این شد که یک بار آپریشن شد، عملیات شد قلب و بعد از این پیدا کردن که شکم میکروبی شده. تا که میکروب از بین رفت، تا که چیز شد، تقریبا ما 3 ماه دیگه فکر کنم ما در شفاخانه ماندیم. یعنی دخترم 3 ماه بود که به شفاخانه رفتیم، 3 ماه دیگه هم در شفاخانه ماندیم. 6 ماه شد بالاخره از شفاخانه ما دیسچارج به گفته ازی مردم یا که رخصت شدیم آمدیم به خانه. بسیار شوای خطرناک بود، بسیار شوای سخت بود، بسیار روزای سخت بود. با وجود از هم باید به کار رسیدگی میکردیم، هم با فامیل و هم اینجا کمک کردن به خاطر طفل ما این چیزا دیگه. خلاصه یک سناریوی، یک داستان بسیار پیچیده بود دیگه. بسیار بعضی روزای فکر میکردم در کار خودم خود گپ زدم میرفتم ایران، کم خوابی و فشار و که پس دوباره 6 صبح بیدار شدن و چون شما میفهمین که شب بسیاری وقتا نارامی میکنه. چی میگم که اشتک نورمال به دنیا آمده باشه، چی برسه به ای که اشتک باز یک موضوع دیگه هم داشته باشه دیگه. شب تا صبح همراه از او کوشش کردن و مثلا نمیشه که تنها با مادرش خلصال مثلا باید کمک میکنیم. وقتی که از او پس خلاص میشد، خدا شاید است روز شده که تا 5 صبح تا 5 نیم صبح در او مصروف بودیم. پس دامت مستقیم خیستیم رفتیم کار. 7 ساعت 8 ساعت دیگه کار بودیم دیگه که آمدیم مثل که اروا را ببینیم، رقمی اروا وارد شدیم. اما اینا هیچ کدامش شکایت نیسته که ما از این چیزا شکایت بکنیم. نه، خواست خدا بوده، نه ایده قسمت ما بوده. خداوند امیر بر ما لایق دیده بود. فقط شریک کردن این داستان است به چند دلیل که براتون گفتم. دلیل بسیار بسیار مهمش این است که دعا بکنین که به خیر و به سلامت اولاد ما بر ما باشه و خداوند عمر طولانی نصیبش بکنه و به خیر و قدرت پیدا بکنه که از این عملیات به خیر سپری شود سرش. بسیار موضوع مهمی است. موضوع دیگه گفتم کسایی که بسیار جگرخون می باشن که ما در پاکستان هستیم یا در ایران هستیم یا در افغانستان هستیم، می سختی رسای که در این چیزا جگرخونی میکنن، در این چیزا جگرخونی نکنین که بسیار مشکلات بزرگتر از است. این مسئله دیگه و مسئله سومش ای که کسایی که از ما خفه شدن و یا خفه میشن و یا توقع دارن که والا ما در اینجا آمدیم و کدام خزانه در دست ما آمده که ما پیسه بچینم از دار و درخت بر از اینا روان بکنم، او گپ نیست.
امرای اینی موضوعات زندگی دست پنجه نرم کده کار هم میکنیم، یک مقدار عاید میکنیم که خودم هم میخوریم، به اولاد هم میتیم و فامیل هم الحمدلله است و اون طرف اونجا حمایت میکنیم دیگه. همی است. اگر دا آینده گفتم دوایتان باشه به خیر به سلامت من به کم بالاتر برم انشالله که چرا نه 1000 دفعه هیچ چیز مهمی نیست. این موضوعات از دوستا عالم اونجا یک ذره خرید کردیم وسایل هاست که گرفتیم که اونا رو به خیر و سلامت جمع جور بکنیم و آماده بسازیم میشه بر روز عملیات. چون عملیات که بریم اگر که همه چیز متون نرمال که متون هیچ مشکل دیش پیش نبیایه انشالله 10 روز تا 15 روز خوب هستیم در شفاخانه تا که خوب مسئله ریکاوری خلاص شد و بعد از اون بر ما اجازه بدن که بیایم. الحمدلله که از دفعه اول تجربه زیر داریم مثلا چه رقم اشتکه بگیریم چه رقم مسائل و چیزای شبه هست، اما بازم اینا که هستن خارجی ها دیگه بسیار مسئله سیفتی و چیزا رو در نظر میگیرن، باز از سر باز و گپا هست 10 روز 15 روز. اگر خدای نخواسته باز دفعه اول وارد کدام کامپلیکیشن شبه که خدا نکنه باز بیشتر میباشیم. به خاطر همه چیز باید آماده باشیم. چون روز پیش هم رفتم فرمی که برام دادن رو سرم امضا کردن که خلاصه پیش از هر عملیات یک فرم است که براتون امضا میکنن تمام موضوعات میباشه دیگه. او رو امضا کردیم و اینا دیگه. انشالله دعا بکنین که این مسئله از سر ما به خیر و سلامت حل شود و بتانیم دوباره هموتون خوشحال. الحمدلله حال هم خوش هستیم به هر حالتش خدا رو شکر است، اما بیشتر و بهتر یعنی هم از درون و هم از بیرون شما هم تو خوش ببینیم و بیایم که بتانیم پروگرام ها و پلان هایی که هست اونا رو به خیر عملی بکنیم و ویدیوهای مقبول ثبت بکنیم که همگی ما خوشحال انشالله به خیر همراه یکی دیگه باشیم. مثل که از امو دورانی که ما شروع کرده بودم که دوستا هستن خیلی ببینن کامنت میمونن که میگن این از کابل فنس میدیمتون نمو تو که از اون وقت حال هستن از این بعد هم انشالله به خیر باشیم، همگی ما خوش باشیم، جور باشیم و صحتمند باشیم و صحتمندی شما هم آرزوی من است که همگیتون خوب باشین و خوش باشین در کنار فامیلایتان، آل اولادتان، همگی انشالله که جور باشه. دیگه همو تو بر ما هم دعا بکنین که بخیر هم قوی باشم، هم خانم و هم تمام اعضای فامیل ما و هم دخترکم که اصل موضوع رو او تحمل میکنه که سر از او میشه کل چیز دیگه. انشالله بخیر که پیروز میدان باشیم همگی ما. شما پرعرفی شد خواستم امیر فقط امرایتان شریک بکنم انشالله باز بخیر. اگر خواستین اگر علاقه داشتین که این سلسله روزایی را که ما سپری میکنیم یا همو روزایی را که من میباشم در شفاخانه وضعیتی که میباشه اینا هر چی هست اگر خواستین که شریک بکنم باز برای ما بگین که او را براتون شریک بکنم. چون من میفهمم که بسیار زیاد از دوستا زیاد تشویش میشن، خدا خیرشان بده. چون حالا ما مثل اعضای فامیل وارد شدیم من نمیتونم ببینم تا اما شما همه چیزا میبینین، میفهمم که چقدر با شما هم تشویش میکنین. نه اونا باز اگر خواستین ما او را باز هم تو براتون هر روز اگر نتونستم یک روز بعد بالاخره براتون ثبت میکنم و یک اپدیت بالاخره به گفته این مردم براتون میتم که چی شد چی نشد چی جریان داره هر روز براتون میگم انشاءالله که براتون خسته کن نباشه و بر ما همیشه وقت دعا بکنین دوستان. این بود از ویدیوی امروز که همین داستان ما رو کوتاه همراهتان شریک کردیم و ماشین ما رو دیدین که بسیار سرش گپ شنیدم دیگه. هیچ خوش خانم نامد در روز اول در عکس منشانش داده بودم گفت خوب است، حالا که از نزدیک دید ترسیدم میگه بسیار کلان است چیز دیگه. خیر باشه چیز محکم است دیگه، چیز محکم هم رقم میباشه، چیز به گفته از یا فنسی نیست که تو نازکک و مقبوله که تو چیز باشه، چیز قوی است دیگه. ای از او شد و ای هم داستان ما دوستان دیگه. از این بابت شما دعا بکنین که بخیر و سلامت هم چیز خوب پیش بره. اما ویدیوها رو کوشش میکنم همراهتون شریک بسازم، شما هم برای من بگین که میخواین یا نمیخواین که باز من چیز نشه که تحمیل بکنم سرتان، خوشم نمیاد او کار دیگه. باشین حمایت بکنین، ویدیوها رو ببینین، لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، کامنت حتما برای من بانین
همراه دوستایتان هم شریک بکنین که وام بخیر در حق ما دعا بکنن و دیگه انشالله بخیر هر اتفاقی که افتاد ما براتون نشرش میکنیم و هر چی که خواست خداوند باشه و ببینیم به کجا روان میشیم. دوستان تشکر بسیار زیاد. چینل تو ما سابسکرایب بکنین، منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین. من منتظر حمایتایتان هستم، همچنان منتظر دعایتان. با عزت سربلند باشین تا ویدیوی بعدی. خدایا نگهدار همگیتان.